یک دقیقه گوش کنی، یک پیام خیلی کوتاه 1 دقیقه باش. اگر مردم قدرت ندانست، اگر مردم تو را نادیده گرفت، هر چقدر کمک کردی جای ازت یادآوری نشد، پس هرگز ناامید نشو. چرا؟ چون که او اصلا فایده ای به تو نداره. کافی است که الله بدانه که تو کی هستی و چی میکنی. الله سبحانه و تعالی داستان‌های اکثریت پیامبران را به ما بیان نکرد و ما آنها را نمیشناسیم و بسیار کمی را برای ما بیان کرد. پس اونهایی را که ما نمیشناسیم به اونها هیچ تاوان نداره، یا اونهایی را که ما میشناسیم هیچ فایده به اونها نداره. فقط او کافی است که الله بدانه که تو کی هستی و چی میکنی. در لشکر هارون الرشید 20,000 مجاهد بود که جهاد میکرد، نامشان در لیست ساکر نبود، معاش نمیگرفتن. وقتی که ازشان پرسان میشد که چرا، میگفت کافی است که الله بدانه که ما برای کی این کار میکنیم و مردم نباید ما را بشناسن. صحابی روز آمد پیش حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه، خبر وفات بعضی از مسلمان ها را، شهدایی را که در جنگ نهاون شهید شده بود، به حضرت عمر بیان کرد و نام بعض بزرگانی را گرفت و گفت بعضی از فقرا و ضعیفای همچنان بودن که امیرالمؤمنین اونها را نمیشناسه. حضرت عمر رضی الله عنه گریان کرد، گفت با آنها هیچ ضرر نمیرسه که عمر اونها را نمیشناسه، کافی است که رب عمر اونها را بشناسه. پس هر کاری را که میکنیم برای الله کنیم و برای من کافی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.